نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، الحال که ما و شما با دعوت برادرمان اصلالدین در این محفل حضور داریم، از الله بسیار مهربان خواهانی هستیم که خدای مهربان گذشتگان این برادر ما اصلالدین رحمت و مغفرت کنه، باقی مانده فرزنداشا، اهل عیاشا، نزدیکاشا خدا عمر دراز و ایمان کامل و خودش را الله مهربان در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و گرامی، من یک نکته را در دقیقه‌های اندک به خاطر که انشاءالله بعد جمعه اگر باید که خدا اگر امکان داد من با شما با یگان صحبت یک ساعت هم میگذرانم، به خاطر که ما فردا نصیب باشد بیرون برآمدنمان در کار سفر داریم. از همین لحاظ دکتر عائض قرنی برادر عزیز در کتابش میارد که 4 چیز میگه بیهوده است. برادر عزیز، انشاءالله من یک طرزی برای شما بیان میکنم عادی کرده که خدا خواه یگان مشکل نمیشود. فقط از الله ما خواهانی هستیم که خداوند آن چیزی را که این عزیزای خدا برای ما زحمت کشیدن، مهنت کردن، ما را توفیق عمل کردن شبتن. زیرا شنیدن برادرای عزیز خیر زیاد دارد، لیکن اگر عمل نکنیم بسیار جبر زیاد در حق ما کردگی. کسی میداند و پایبند نمی شود، این بسیار برادرای عزیز حالش وزنی تره از آن کسی که وقتی که نمیداند و میکنه. این عزیز خدا برادر عزیز گفت 4 چیز بیهوده. چخیل بیهوده؟ یکم، هرگاهی که خدا کسی را علم میتدو ولی در علم دادگیش عمل نمیکند، این عزیز خدا میگه که این علم داشتن این علم بیهوده است. زیرا برادرای عزیز اگر شما انشاءالله من فکر میکنم معلومات های زیاد دارینو، ولی باز یک بار دیگر گوش رسوان میکنم که الله مهربان در قرآن فرمود که الذین اوتوا العلم درجات. وقتی در بین شما اگر عالما باشند، دانشمندا باشند، الله میگه که اینها باید مقام الهیده داشته باشند. یعنی اینها در بین شما مرتبه و منزلت دارند نظر به کسی که به علمه. وقتی که خدا اینها را مرتبه داد، منزلت داد، زمانی که در همون علمی داشتگیش برادرای عزیز عمل میکند. ولی یک ابولیس سمرقندی خدا رحمت چون کنه، او کس میگه که موعظه همین امر معروف وقتی تاثیر میکنه که واعظ با گفته خودش عمل کنه. اگر واعظ همون دعوت کننده خودش بگو لیکن در گفته خودش عمل نکنه، دعوت نتیجه نمیده. انامین عالمی که برادر عزیز وقتی در علمش عمل نداره، این عزیزی خدا گفت که همین علم بیهوده است. یعنی اون مرتبه و منزلتی را که خدا برای این در قرآن گفته است، این آدم از زمره اون نیست. این از زمره اون نیست.
چلی که شاعرای ما میگن که از من بگوی عالم تفسیرگوی را در علم اگر عمل نکنی نادان مفسری. اگرچه مفسری قرآن هم باشی، اگرچه حدیث هم میگیری، عربیش هم میخونی، معنا میکنی، لیکن در تو توفیق عمل نیست، بزرگان میگن که تو نادان ترین مفسرایی. ما تو را مفسر هم نمیگیم. حضرت ابی دردا برادر عزیز یکی از صحابه بسیار جلیل القدر بود. میگه من از یک سوال خدای مهربان در روز قیامت بسیار میترسم. از یک سوالش. ولی ببینید من از یک سوال میترسم. گفتن چی سوال میترسی؟ گفت وقتی خدا گوید که من علمی که به تو دادم با این علم چی ها کردی؟ از همین سوال میترسم. یعنی تو علم داشتی، ما تو را علم داده بودیم، آیا با علم چی کردی؟ زیان آوردی؟ فایده آوردی؟ چیکار کردی؟ من از این سوال پروردگار بسیار در ترسم. حالا که اونا برادرای عزیز به خدای مهربان قسم و صحابای پیامبر بودن، اونا فکر میکنم که ممکنه که بی خطا نبودن، زیرا غیر پیامبر همه خطا میکنن، لیکن به هر حال این بدبختی که امروز هست اونا نداشتن، ولی ترس اونها زیادتر بود. خوش به حال اون عالم هایی که برادرای عزیز از علمشان مردم منفعت میبرند، برای مردم حقیقت سخن خدا و پیغمبر میگه. خوش به حال این عالم ها برادرای عزیز، خوش به حالشان. یکم چیز بیهوده بوده است برادرها، چی بوده است؟ وقتی آدم علم دارد و عمل ندارد، این علم بیهوده. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها میراث برنده منند، یعنی وارث های منند. اینها از من میراث بردن. میراث گفته میدونی نه پدر مادرت مرد از همون مال و ملکش میگیری. از پیامبر مال و ملک نمون، عالم ها فقط علم گرفتن. ولی در اینجا هم برادرای عزیز گوشزد کردن که وارث پیامبر آن عالمی هست که در علم عمل میکنن. یک اکی گپ بسیار دارم، برای وقتمون کم بودن، انشاءالله یا برای آدم میفهمیده که خودش اشاره بسید. دویم چیزی که بیهوده است، کسی مال داره و لیکن احسان نداره. مال داره و گفتی غرمی های ما که مرده های بسیار مرده های. این مالداری برادر عزیز و گرامی چی بوده است؟ بیهوده بوده، هیچی معنی نداشته است. میگه مالدار همون مالداری هست که از مالش خیر و احسان داره. جوان مرده برادر عزیز، خدا رحمت کنه شاعرها را میگه تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. آدمی که اگر تنگ چشم باشد همین میلیون که بیاود میگه این را سیر کردن نمیشه. تنگ چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. مرد میدانم که مرغی را ضیافت میکنه. همین آدمی را دیدم که یا مرغ ضیافت کنم او را مردک میگم. برای همین حضرت ابی هریره حدیث متفقون علیه گفتگی برادرها. دو کتاب مشهور بزرگی خودمان، امام بخاری، امام مسلم، هر دوش در کتابشون آوردن از نام جناب امام ابو هریره. میگه جاء الرجل الی النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیش پیامبر یک آدم اومد. بعد چی گفت؟ میگه از پیامبر پرسید ایو صدقتی اعظم اجرا، حضرت همین صدقه بسیاره نه که بزرگترین پول ثوابش کمه. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن افضل صدقه ان تصدق و انت صحیح شحیح تخشى الفقر تأمل الغنا ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. انا من متن پر حدیثه.
چخیلی که من خوندم پیامبر چی گفت؟ گفت بچم گفت بزرگترین صدقه هم صدقه است که وقتی که تو همه کلیده ها و خزینه در دست داری ولی بینده در بالای پاتی همه در اختیاری خودت هست لیکن به هر حال با در مالت حریص هم هستی کم کمک ای خراجات چم میترسی ولی پیامبر میگه تو میگه بهترین صدقه هم صدقه ای که بطی دلت بسوزه بطی دلت بسوزه که چیزی زور ای دست رفتگیه انا همون را میگه بطی ببینید الان بهترین میگه صدقه باز این من نمی کسند اگر 1000 سامان داشته باشم اگر امیر 5 سوم چاپتم چشم نمیپره یکی اگر 200 300 چاپتم او یک علاقه یک تاثیر داره یک میگه یا بی قریب 30-40% رفت انا هم خیلی میگه صدقه کن زیرا که صدقه یک چیزی از برادرو که این الله وعده کرد در عوض با پولت میتم ثوابت میتم گناهات هم میبخشم انا گفت کدام بزرگای بزرگ گفت بزرگترین شمایی که وقتی که تو در بالای پاد باشی کلیده ها و گنجینه ها و همه مثال از اینه کارت پارد و بلای بطر برامای همش در دستکی خطای کم کمک از کم بغل شیدن هم بترسی و در دوام حضرت چی گفت؟ باید گفت که ولا تمهل حتی ایزا بلغت الحکم گفت وقت نگی که امروز بکنم پگاه بکنم روزی دیگه بکنم وقت نگی میگه که تا وقتی که جان به حلقت بیاید بعد در حلقت که آمدن بعد جوانمرد چه بگی ایرا بگی فلانی را بته ایرا بگی فلانی را بته پیامبر گفت تو مردم بگی یای فلانی میشود تو مردم بگی دیگه تمام وقتی تو بوچید به تو هم یای فلانی میشود تا اگر فلانی را میدادی با بالای پاد بدن را میدادی اینجا دیگه ناامیدی تو دیگه تو میدانی که راه نداری زین لحاظ برادر دویم چیزی را که حضرت گفت که یعنی بیهوده است همون است که مال داره و لیکن چی است سخی نیست احسان نداره از صدقه کردن هم میترسد ولی من در کتاب ها خواندم کدام خانه ایده میگه اگر مهمان نیامد کدام خانه ایده که اگر ضیافت نباشد همون خانه میگه خودش به خلاصه بیا که همین خانه ما در غضب خداه اگر خانه که غضب خدا نباشه رفت آمد بسیاره مهمان بسیاره پیامبر گرامی چی داشت برادر عزیز مهمان قبول میکرد که حضرت عایشه مادرمون میگه ما روزا فقط به دو چیز سپری میکنیم خرما و آب یک بار برادر عزیز مهمانش آمد حضرت گفت حضرت من دور آمد میخوام مهمان چم پیامبر در حال یک نفر روان کرد او خانه ما یک بگرد او کدامش تیاره مهمان قبول بیده شاید او وقتا 3 خانش بود یا 4 خانش بود حضرت گشت همشه گشتن آمد گفت حضرت در یگان خانه مهمان قبول کردن نمیتونی هیچی نداری میگه در همونجا یک جوان مرد بود گفت که حضرت امکان نداره که مهمانی تا من مهمان داره کنم تو بسیار خوب میشه گفت بسیار خوب میشه زیرا مهمان احترام کردنش واجبه این مرده گیری بردش برادر عزیز خانهش در آمد و مهمانش شیناند و بگهی شب بود گفت زنک مهمان پیامبر آمده است چی داری؟ میگه زنش گریان شد گفت انا من بسیار خرسند شدم که این مهمان پیامبر است لیکن بجز یک مشتک همون نان و آبی که ارارک کردن برای کودکا که الحال گریه دارن دیگر هیچی ندارم گفت خیلی چی خیل کنیم بسیار زنهای مؤمنه و مسلمان بودن برادر عزیز ولی بسیاری مردکا را همین جوانمرد میکردگی با زنهای خوب هم هست و بعضی مردکا را هم مانع صدقهشون زنکا هم میشود این زنه گفت که مردک هیچ چی دقت نکرد حاضر گفت من تمام میبرم در پیشکش میمونم همین برابر ماندم طرف شم میرم شم سوپیسه همین شم که من خاموش کردم تو دستم تا دراز کردم بگی و نخورد مهمان بخوره مهمان میگه همون تمام که بودگی را خورد مادر میگه کودکا را گیری به یک راهی میگه خوابم چانو سحر میگه دستی مهمان را گیری مسجد را
میگه وقتی پیامبر سلام داد نماز بود کرد گشت میگه طرف همون مردکی جوانمرد نگاه کرد انا تبسم کرد میگه حتی دندانهاش جلا داد گفت چه عجیب کاری کردی که چه مهمانداری کردی که خدا را خوش آمد حتی جبرائیل آورد از نام پروردگار که بسیار یک مهمان نوازی زیبایی کردن یعنی بین چه نقش عجیب بازی کرد زین لحاظ بین با همون قدر هم برادرای عزیز اونا دستی سخی داشتن دستی سخاوت داشتن سه برادر که من سخنی دراز دارم یکم چی بود کسی علم دارد عمل ندارد علمش بیهوده است دویم مال دارد و سخاوت ندارد احسان ندارد مالش بیهوده است سیوم کسی تقوا دارد و تقواش در ظاهر شد در ظاهرش میبینیم مقصد همه خشروع یک سلعک زیبا ریشک زیبا سر لباس ها همه خشرو خواب میبینی در ظاهر بهت خوبه یکان چیزا کش بیارن میپرسه یکی حلال حرام مقصد یک کجا چیه لیکن در درون نداره همون تقوا را فقط در ظاهر شد ظاهرش در چند خیلی نشون میده ولی در خلوت در درون برادر عزیز او ظاهرش قطعی موافق نیست خیلی که حضرت صوفی علیه را خدا رحمت کنه میگه دست در سبحت زبان در یاد دل در انجام دنیوی فریاد دستکشتا تسبیح الله اکبر ممکن با لکوی با هم تسبیح در یکان او چی شو بچگه یکی میگه در درون فریاد دنیا های اینجا فقط در زبانش میگه ظاهر خود حرقه پوشی ها باطن خود مکر و فریبی ها این چی طاعت چی اقتدا باشد مردن به که زندگی باشد مقصد از همین چیزها مردن بهتر که تو مقصد به این شکل ظاهر تقوا دارد باطن نی چهارم چیز برادر عزیز این عزیز خدا بیان کردن گفتن عمری که در داخلش عبادت ندارد این عمرم عمر بیهوده است با 50 رسیدی با 60 رسیدی برادر ولی ما داریم که ممکن در منطقه شما باشد نفرهای داریم که در 50 و 60 رسیده لیکن پیشانیشون سجده را ندیده برادر عزیز و گرامی به خود بیا به خدا قسم هر یک زمان پیک اجل را تهدید کسه هر یک زمان عمری که در او عبادت نیست بین همین صوفی علیه عجیب زیبا گپ داره میگه عمر اگر نگذرد به حق جویی عمری که در او حقیقت جویی نباشد عبادت نباشد شرم نکرده عمر هم گویی عمر اگر نگذرد در ری مولا عمری هر گاو خر از او بالا عمری که اگر اون نداشته باشد عبادت پس از یک عمری خر گاو بالا چهار چیزا از ذهن تا نبراریم علمی که عمل نباشد بیهوده است مالی که سخاوت ندارد بیهوده است برادر عزیز تقوایی که ظاهرش ده هست باطنش ده نیست این تقوا هم بیهوده است عمری که برادرای عزیز در داخلش عبادت ندارد این عمر هم عمری بیهوده است الله همه تا نگهبان خدای مهربان خیر دنیا آخرت تون بده برادر ما اصلدین بازم خیر احسانش قبول و اون پاداش اجرهایی را که در عوض این خیر هست خدا در نامه اعمالش نویسانده و همه شما را خداوند کاراتون در برای برکت بیاره و الله مهربان کجای ده باشید کجای سفر میکنین همه شما بخیر گردونه و خدای مهربان تمنیات و مقصودهایی که در دلهاتون دارین اگر نیک باشد خداوند حاصل گردونه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا ارحم الراحمین سلام علیکم و رحمت الله. در حقی برادر ما حاجی فرقت که در اینجا رهبر همین کارخانه هست برادر چند روزه در اینجا ببینیم بسیار حرکت ها و مهنت ها خدای مهربان در این کارخانهش برکت یا و شایش بده و خدای مهربان تنشون صحت کنه ایمانشون کامل کنه جمعی کارگراش خدای مهربان از جمیع آفت و بلا نگهدار. سلام علیکم.